محترم ذاکر نایک، نام من رویکانت است. در بانک کار میکنم و از حیدرآباد آمدیم. من شنیدم که شما درباره کتاب هندویسم، درباره گیتا و رام میدانید، درباره قرآن و محمد نیز میدانید و همچنان درباره انجیل و عیسی معلومات دارید. اما شما فقط از قرآن و محمد پیروی میکنید. آیا شما به خاطر مسلمان بودن پدر و مادر خود از قرآن و محمد پیروی میکنید یا به خاطر اینکه قرآن از میان این سه کتاب صحیح‌تر می باشد؟ برادر ما یک سوال بسیار خوبی را مطرح کرد و گفت که شما به علاوه قرآن و حدیث الحمدلله درباره انجیل، درباره وید، درباره گیتا و به علاوه دین اسلام درباره دین عیسویت، هندویسم نیز علم دارن، اما فقط از قرآن و محمد پیروی میکنن. دلیل چی است؟ به خاطر ای که پدر و مادر شما مسلمان هستند. به می خاطر است. سخن اول، من فقط از الله و محمد صلی الله علیه و سلم پیروی نمیکنم. من به تمام پیامبران الله ایمان میارم. فقط به محمد صلی الله نه، به تمام پیامبران الله از آدم علیه السلام تا ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، به تمام پیامبران و به محمد صلی الله علیه و سلم. من به تمام پیامبران ایمان میارم. سوال شما ای بود آیا من به خاطر مسلمان بودن، آیا من به خاطر والدین خود مسلمان هستم؟ تا سن 19 سالگی این جواب درست بود. تا 19 یا 20 سالگی من به اساس عقیده والدین خود مسلمان بودم. اما بعد از او سن، یعنی بعد از 19 یا 20 سالگی، من به تحقیق پرداختم. کتابای دین عیسویت مطالعه کردم. انجیل خواندم. درباره یهودیت، هندویسم، بودیسم، دین پارسی، درباره سیک مطالعه کردم. اما فعلا من به اساس انتخاب خود مسلمان هستم. بعد از تحقیقات گسترده دریافتم که از میان تمام ادیان بهترین دین اسلام است. گذراندن زندگی به اساس احکامات الله که اسلام گفته. شما میگن که من فقط مطابق قرآن مجید عمل میکنم، اما من فقط از قرآن پیروی نمیکنم. الله تعالی در سوره آل عمران چپتر 3 آیه شماره 64 میفرماید: تعالوا الی کلمة سواء بین و بینکم. بیاین به سخنی که بین ما و شما مشترک است هم زبان شویم. اولین سخن الله نعبد الا الله، ای که بغیر از خدا کس دیگری را نپرستم، ولا نشرک به شیئا، هیچ چیزی را به او شریک نیارم، ولا نشرک به شیئا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعضی از ما بعضی دیگر را جز خدا به خدایی نگیره ولا نشرک به شیئا، و فقط او را عبادت کنیم. و اگر کسی نپذیرفت بگوین که ما مسلمان هستیم. پس الله تعالی میفرماید وقت ادیان دیگر مورد مطالعه قرار میدهین، تعالوا الی کلمة سواء بین و بینکم. بیاین به زبان مشترک سخن بگویم. از خیلی چیزا ما به اساس گیتا پیروی میکنم، به اساس ویدا نیز از خیلی چیزا پیروی میکنم، به اساس انجیل نیز از خیلی چیزا پیروی میکنم. به طور مثال وقتی که چنداگوا اوپنشد چپتر 6 در بخش دوم شلوکای شماره 1 ایکم اویدیتیم، خدا یک دانه هست و دومی ندارد. در شیویتاشواترا اوپسینت چپتر 6 شلوکای 9 نوشته که برای آن خدا آن ایشور والدین وجود ندارد، رب وجود ندارد. من قبول دارم که خدا والدین ندارد و بالاتر از او کسی نیست. در شیویتاشواترا اوپنشد چپتر 4 شلوکای شماره 19 نتست پرتیما استی، از آن خدا کدام پرتیما، کدام عکس، کدام تصویر، کدام نقش، کدام رسامی، کدام مجسمه، کدام مورتی وجود نداره. این سخن در یجورویدا چپتر شماره 32 شلوکای شماره 3 باز تذکر داده شده. نتست پرتیما استی، از خدا کدام پرتیما، کدام عکس، کدام تصویر، کدام نقش، کدام رسامی، کدام مجسمه، کدام مورتی و پورترت وجود نداره. من قبول میکنم. و در براما هندویسم میگه که کم براهم دیوتا ناسته، خداوند یکی هست، دومی ندارد. نیست اندکی هم نیست. پس من به این گفته عمل میکنم.
این چیز در انجیل نوشته شده. موسی علیه السلام میفرماید در کتاب دیترونومی چپتر 6 آیه شماره 4 نوشته شده که شما اسرائیل ادنهین و ادنهیخد ای اسرائیلی ها بشنوین، خدای ما پروردگار ما یکی هست. این چیز عیسی علیه السلام مکررا بیان میکنه. در انجیل مارک چپتر شماره 12 آیه شماره 29 میگه وقتی از عیسی علیه السلام سوال کردن این که اولین پیام چی میباشه، پس او این چیز تکرار میکنه، ادنهین و ادنهیخد، این که خدای ما پروردگار ما یکی هست. پس من این سخن از انجیل میپذیرم، سخن ویدا را قبول میکنم. پس هر چیزی که در تمام ادیان یکسان میباشه به آن عمل میکنم. اما بعد از تحقیقات به این پی بردم که تمام کتاب ها به علاوه تمام ادیان بجز قرآن مجید به مرور زمان تحریف شده و در داخل اونها زیادت صورت گرفته. اما قرآن مجید یگانه کتاب دینی میباشه که در طول 1400 سال هنوز بدون تحریف مانده. به می خاطر من میگم که این آخرین پیام الله سبحانه و تعالی می باشد. قبل از این الله تعالی کتاب های زیاد را نازل کرده، اما قرآن را به عنوان آخرین کتاب نازل کرده و الله تعالی در قرآن مجید سوره هجر چپتر شماره 15 آیه شماره 9 میگه که من قرآن مجید نازل کردم و از او محافظت میکنم. در قرآن مجید تحریف صورت گرفته نمیتونه. به می خاطر این یک کتاب پاک است و به می خاطر من میگم الحمدلله بهترین دین دین اسلام می باشد. اگر کدام دین بهتر از اسلام را بیارن من حاضر هستم که او را قبول کنم. مردم میگه این سخن ذاکر کفرگویی است. من میفهمم که بهتر از اسلام دین دیگر وجود نداشته و نمیتونه. وقتی وجود نداشته باشه پس از گفتن آن چرا بترسم؟ مسلمانای دیگه چنین گفتن نمیتونه، اما من طالب علم ادیان دیگر هستم. من شاگرد ادیان مختلف هستم و بعد از تحقیقات گفتم میتونم که فعلا من با انتخاب خود مسلمان هستم. برادر آیا شما باور دارین که یک خدا وجود داره؟ بله. برادر بفرمایید. آیا قبول میکنی که یک خدا وجود داره؟ بله قبول میکنم. قبول میکنی؟ قبول میکنم. بله یا خیر؟ چی؟ شما به یک خدا باور دارین یا بیشتر از یک؟ به خدای واحد باور دارم. به یک الله باور بله. دارین؟ شما بت پرستی را اشتباه میگن یا درست؟ اشتباه می باشد. اشتباه است. بله. آیا قبول میکنی که محمد صلی الله پیامبر الله می باشد؟ بله. قبول میکنی؟ قبول میکنم. این اساسی ترین سخن برای مسلمان شدن است، این که خدا یکی هست، ایشور یکی است و به غیر از الله معبود وجود نداره. بت پرستی اشتباه است و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر الله متعال می باشد. آیا شما میخواین که دین اسلام قبول کنین؟ بله. میخواین؟ بله. ماشاءالله. آیا کسی شما را به خاطر پذیرفتن اسلام مجبور میکنه؟ نه خیر. شما قلبا میخواین بپذیرین؟ بله. با فکر خود میخواین که اسلام را قبول کنین؟ بله. آیا کسی شما را مجبور نه میکنه؟ خیر. کدام تهدید؟ نه خیر. کدام فشار فیزیکی؟ نه خیر. کدام فشار روحی؟ نه خیر. قلبا میخواین بپذیرین؟ بله. انشالله همین لحظه بعضی کلمات میخوانم و شما تکرار میکنین. اشهدو أشهد الله الله اله إله الا الله إلا الله و اشهدو وأشهد ان أن محمدا محمدا عبده عبده و رسوله. ورسوله. گواهی میدهم من شهادت میتم که بجز الله بجز الله دیگر معبود وجود دیگر ندارد. معبودی وجود و ندارد. گواهی میدهم و که گواهی میتم که محمد محمد صلی الله صلی الله علیه و سلم علیه و سلم پیامبر و بنده پیامبر و بنده خدا می باشد. خدا می باشد. ماشاءالله. شما مسلمان شدن و از الله سبحانه و تعالی میخوایم که جهد شما را قبول کنه و شما را در دنیا و در آخرت انشالله نجات بده و عاقبتت بخیر شوه انشالله. عزیزان، برنامه‌های مختلف و متنوعی که دوبله میشن و خدمت شما از آن تقدیم میشه همه را شاهد هستین و آرشیف ما الحمدلله که غنی شده از داشته های برنامه هایی که کلا آماده دوبله هستند. فلذا دوستان عزیز، در بخش دوبله ما حدودا 6 نفر را مصروف کار داریم که این 6 نفر هر کدامش معاشات مختلف را به اصطلاح دریافت میکنن. فلذا امیدوار هستم که در این بخش اما قسمی که توقع پیدا شده و دوست داریم که علمای مختلف برنامه‌شان دوبله نشه شود، پس ما هم دوست داریم که تقاضا بکنیم بیاین با این بخش همکار شوین
و این بخش تقویت ببخشین تا برنامه های مختلف حتی سریال های بزرگ را هم در دست تولید بگیریم انشاءالله. لحاظا دوستان عزیز و ارجمند میتونید که از طریق های مختلف با این بخش و در مجموع کل سیستم مرکز دعوتی پیمان با ما همکار شوین. طریق خیلی آسان و آنلاین ما که از طریق حساب بین المللی پیپال مرکز دعوتی پیمان هست و همچنان طریقی ساده تر از او از طریق حواله های شخصی به کابل و همچنان اقوام و دوستانتان که میتونین از طریق از نا همکاریتان به مرکز دعوتی پیمان در کابل ارسال بکنین. فلهذا چشم برای همکاری های شما عزیزان هستیم. برنامه ها را دنبال بکنین. برنامه های ناب در راه است. ما در خدمت شما قرار داریم. جزاکم الله خیرا. تشکر از همه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.